خوب گوشات واکو ببین چی بگویم ژاندارم پنجزاری. من نمیدانم تو از کدام دهات آمدی، ولی اینجا را بهش بگویم برارم. اگر بخوای اینجا جفتک شلتاق و اندازی جفت گوشات و برم وزارم کف دستت. الانم یه مدتی عاشقم اعصاب نداشته بیدم. شیر فهم شد. اگه آتا سب کنیم این آقا دست نگه دارید. به نظر بنده این اعمال شما به هیچ وجه وجاهت قانونی نداره. از اختیاراتتون دارید سوء استفاده میکنیم. بهتره با این لحن هم با من صحبت نکنیم. از قانون خوب سر در میارم. بنابراین مواظب رفتارتون باشید. حکمتون رو بدید ببینم. حکم میخوای چی کنم؟ واسه اینکه ببینم شما کی هستی همینجوری کتری حکومت نظامی الان میخوایم بکنی. حکم رو بده آقا. حکم میخوام. بله این هم